بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. به نام اون که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه از پروردگار، از الله سبحانه و تعالی برای هر یکی شما و اهل خانواده و پیوندان و نزدیکان شما خیر و برکت، عزت و سعادت ابدی رو آرزو و تمنا با دعا میکنم. خداوند عزوجل همیشه شما و پیوندان، نزدیکان، اهل خانواده همگی رو با عزت و با برکت و با سعادت و سالم و همیشه کامیاب و موفق حفظتون کند. موضوع امروزه مستقیم ما درباره زکات است و زکات اشتراکی که همه شما میدونید، زکات یکی از رکنهای پنجگانه اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. دین مسلمانی بر 5 است: کلمه، نماز و زکات و حج و روزه. و وقتی که مسلمان این همه را انجام بدهد، ایمانش را کامل کرده است و پروردگار در نتیجه این یا اینکه در نتیجه دادن زکات به هر مسلمان عزت و برکت و سعادت می‌دهد. ما و شما خوب می‌دونیم که هر عبادت نتیجه دنیایی و اخروی دارد. یعنی مسلمان در نتیجه انجام دادن عبادتش، چی نماز باشد، چی روزه باشد، چی زکات باشد، چی دیگر رکنهای اسلام باشد، وقتی که انجام میدهد، پروردگار برای اون بندهش هم عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. و تمام این عبادت ها هم به خاطر چی هست؟ همه این عبادت ها به خاطر منفعت خود بنده است. از این عبادت ها پروردگار هیچ منفعتی نمیبرد. در حدیث قدسی پروردگار میگوید که فرزند انسان، از اولتون تا به آخرتون اگر به بهترین انسان تبدیل شدید، در قدرت من هیچ چیز علاوه نمیشود. یعنی من هیچ فایده از نیکی های شما، از عبادت های شما من فایده نمیبینم. شما هستید که فایده میبینید. حالا در دوام میگه فرزند انسان، اگر شما به بهترین انسان تبدیل شدید یا به بدترین انسان تبدیل شدید، از این بدی های شما من ضرر نمیبینم، شما ضرر میبینید. چقدر اونایی که ظلم کردند، ستم کردند یا ظلم کرده ایستادند، ستم کرده ایستادند، بعد چی؟ بعد روزی زیر خاک کی ضرر میبیند؟ آن همون ظالم و زیانکار و فاسق و فاجر و عاصی و بدخواه و بدکردار. تمام عبادت ها منفعت دنیوی و اخروی دارد. تمام عبادت هایی که خالصاً لله انجام میدهد، حالا چرا ما در نماز میگیم خالصاً لله؟ و تمام عبادت ها نیت دارد و هیچ عبادتی به نیتی وجود ندارد. و در تمام این عبادت ها نیت چی هست؟ خالصاً لله هست، یعنی خاص از برای پروردگار. و تجربه و حیات و زندگی هم اثبات کردگی است که همه اونهایی که عبادت هایشان رو، چی نماز باشد، چی روزه باشد، چی زکات باشد، چی حج باشد، چی هر رکنی از ارکان اسلام باشد، چی وطن دوستی باشد، چی عبادکاری باشد، چی مکتب سازی باشد، چی یتیم خانه سازی باشد، چی کمک به یتیم باشد، چی به حکومت باشد، چی به هر کسی که نباشد، قطع نظر به کسی که نباشد، نیکی هایی که انجام میدهد، همه این نیکی ها عبادت است و همه این عبادت ها اجر دارد. اما همه این رو وقتی که به خاطر خدا انجام میدهد، دیدید شما نفری را که تمام نیکی هایش
که تمامی نیکی عبادت است و تمامی عبادتش رو به خاطر خدا انجام میدهد و اون کم شده باشه؟ نمیشود، هیچ ممکن نیست. چرا ما با این همه قطعیت میگوییم که هیچ ممکن نیست که انسانی نیک و نکوکار که تمام نیکی و تمام کردار و همه عبادت‌هایش را به خاطر خاص به خاطر پروردگار الله سبحانه و تعالی انجام میدهد، هیچ ممکن نیست ناکام شود، هیچ ممکن نیست بدبخت شود، هیچ ممکن نیست خوار شود، هیچ ممکن نیست ذلیل شود. پروردگار عوض هر یک ذره انجام داده عملت، چی احترام پدر و مادر باشد، چی تربیت فرزند باشد، نیکی ها به همه اینها و خیرخواه بودن نسبت وطن و کشور و مهنت و زحمت و خرج و صرف برای آبادی و آرامی کشور و وطن، مدامی که به خاطر خدا باشد، این همه عزت است و برکت است و سعادت پروردگار حتمی برمیگرداند. لیکن گاه در زندگی میبینیم بعضی شخصایی رو که کارهای زیادی انجام دادن، بعد میبینید ناکام است، آواره است، سرسون است، سرگردان است، بعد همیشه شکایت میکند. همیشه شکایت میکند که من این کردم، اون کردم، دیگر کردم، حالا قدرم نمیکنن، حالا ناکامم، حالا بدبختم، حالا دیگرم. برای چی؟ وقتی که به خاطر خدا نکردن.